9 یونی سال 2023 در سن اولی یکی از بناهای استقامتی در کوچه حسین زاده نوی اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه کودک خردسال از زیر نظارت کلانساران دور مانده هنگام بازی به داخل حوض فواره پیش بنا افتاده غرق می شود. خوشبختانه حالت مذکور را معاون دادستان یا پرکرور شهر دوشنبه محمودزاده مختار دیده زود به کمک کودک غرق شده شتافت و او را از داخل آب برآورده کمک اول طبی رساند و کودک را از غرق شوی نجات داد. در این باره پرکراتور شهر دوشنبه در صحیفه‌اش در فیسبوک خبر داد. در ثبت ویدیو کامراهای نظارتی دیده می شود که دو کودک بالای سنگ مرمر حوض فواره برآمده بازی کنان می دوند. در همین لحظه یکی آنها به درون آب می افتد. بعد چند یک مردک لباس رسمی شیم سیاه و پیراهن سفید در تن پیدا شده با سر و لباسش درون آب در آمده و کودک را از آب می برآورد. داستان دوشنبه در پی این حادثه به پدر و مادران چنین مراجعت کرده است: ساکنان محترم، تعلیم و تربیت فرزند وظیفه مقدس والدین به حساب رفته. در برابر این برای بخطری حیات و سلامتی کودکان طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، پدر و مادر مسئولیت گران دارند. در فصل تابستان که فرزندان ما میل زیاد به موضعهای آببازی و فواره ها دارند، ضرور است که گشت و گذار آنها را به نظارت نگذاریم و از حادثه های ناخوش پیشگیری نماییم. بنا به اطلاع کمیته حالتهای فوق‌العاده از اول سال جاری در جوی و کانال و دریاها و حوزه های تاجیکستان علاقه بیش از 50 نفر غرق شدند. تقریبا 30 نفر آنها کودکان و نورسان تا سن 16 می باشند. سال گذشته در تاجیکستان 160 نفر از جمله 80 کودک نورست تا سن 16 غرق شده بودند.